به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، اینک باز به یک سلسله از سوالهای دیگری مردم جواب خواهیم گفت امروز و شروع میکنیم از سوالی که برادر یک نفر با نام متحد تیوی نوشته است. سلام علیکم و رحمت الله. یک سوال داشتم، اگر شما قدرت را گیرید مسئله فساد جامعه را چیکار میکنید؟ مثلا طرز لباس های زنان در خیابان ها و یا در مکتب ها و مسئله دکان های دلخوشی و شراب فروشی، این گونه فسادهایی که جامعه را نابود میکند و روز تا روز ایمان این مردم را از بین میبرد، یا دموکراتیا گفته هر کس هر فسادی را میکند آزاد میگید؟ لطفاً به سوال من جواب بدید استاد. خب، تشکر زیاد برادر عزیز برای این سوالتون. ببینید، شما چند مسئله رو در اینجا مطرح کردید که در جای با هم ربط دارن اما در بعضی حالاتها از هم جدا هستند. اولش که در مسئله فساد جامعه و ربطی اون با لباس زنها در خیابانها در مکتبها، چرا شما یا نه تنها شما، بسیاری از مردم مسئله فساد رو فقط در لباس زن، در رفتار انسان ها میبینن، حالا که مفهوم فساد یک مفهوم خیلی وسیع است. در ادبیات اسلامی ما هم، در ادبیات سیاسی هم، فساد اداری، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد فکری. و وقتی که خداوند در قرآن مجید درباره مفسدین و فاسدین صحبت میکند، منظورش فقط فساد حالا جنسی و اخلاقی و شراب نوشی این نیست. مفهوم فساد خیلی بالاتر است. اما وقتی که یک نفر سوال میتید و فساد جامعه رو میگید، یا که فساد فقط در زنها باشد، در لباس زنها، اما فساد مردها، فساد فکری، فساد اقتصادی، اینا از ذهن مردم میروند. و گویا اگر یک حکومتی که آمد، مثلا پیمان ملی تاجیکستان یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا هر نیروی مبارز دیگر به سر قدرت آمد، گویا اگر میگن که ما مبارزه با فساد میبریم، در نظر بعضی ها گویا که ما تنها منظورمون همون فساد اخلاقی و مکانهای دلخوشی و شراب فروشی اینها باشد. نه، ریشه فساد در دیگر جا است، در ذهن است، در فکر است، در اقتصادیات است، در طرز دولتداری حکومت است، در خویش و تبارچگی است. فساد اخلاقی یک جزء کوچک فساد هست. اما حالا اگر سوال شما به واسطه به همین ربط دارد که آیا ما هم دموکراتیا گفته به همه اجازه میدهیم، همه گونه طرز لباس یا مثلا فروش شراب یا اینها را؟ ببینید برادر عزیز، ما وقتی که حالا اگر شما هدفتون ساختن مثلا یک دولت دینی هست که در آن باید که شراب نوشیده نشود یا پنهانی نوشیده شود، در خانه ها خرید و فروش نشود، یا حکومت بیاد سر و لباس مردم را چین کند، نظارت برد، اگر نگاه شما از حکومت آینده که ما در برنامه داریم تنها همین باشد، بس فکر میکنم که یک کم واقعیت های تاجیکستان را، برنامه های پیمان ملی تاجیکستان را و عموما آینده تاجیکستان را شما درست تصور نکرده ایستادید. و چرا دموکراتیا این باشد که باید هر کس حتما باید شراب بنوشد یا اینکه مثلا یک جاهای دلخوشی برود؟ من یک مثال میارم به شما دوستی عزیز، و نه تنها به شما، به بسیاری از کسانی که بین دین و دموکراتیا، یک جامعه دموکراتی و یک جامعه دینی، یا فرق را جدا کردن نمیتوانند یا از حد زیاد اینها را در مقابل یکدیگر میبینند. شما میدونید که چقدر زن در دنیا از روی حسابات‌های رسمی که مقامات قدرتی این دولت‌ها، مثلا پلیس، وزارت داخله گزارش می‌نویسد، چقدر آمار جهانی است که در کدام کشور چقدر زن تجاوز می‌شود. یک مسئله این است که در کشورهای مسلمانی حتی وقتی که زنها تجاوز میشوند یا نسبت آنها یک خشونت روا دیده میشود، برای آنکه ننگ و ناموس است و آبرویش نریزد و آبروی خانواده، به جامعه خبر نمیکنند. این سیر را، این مصیبت را در دلش نگه میدارد، خانواده پنهان میکند. مثلا یک دختر تجاوز شد، یک زن یا یک مادر. در جهان اسلام همین گونه است. در اداره‌های پلیس، در امنیت، در تاجیکستان، در مصر، در کشورهای اسلامی
در کشورهای بنام اسلامی که در اونجا مسلمان ها اکثریت زندگی میکنن، چه از طرف جامعه، چه از طرف جنایتکاران، چه از طرف مقامات های قدرتی حکومتی، خیلی زنها تجاوز میشوند، مورد شکنجه قرار میگیرن. اما برای اینکه آبروی همون زن نریزد، مادر نریزد در پیش فرزند، در پیش برادر، در پیش شوهر، در پیش جامعه، اونها به هیچ کجا خبر نمیدن. در جهان غرب، در اروپا، در امریکا، اگر چون یک تجاوز صورت گرفت، بلافاصله به مقامات خبر میدهند و هیچ کس این را بی آبرو شدن نمیداند، بلکه این را یک نمود حمایت میداند. اما با وجود آنکه در جهان اسلام معلومات ها کمتر به آمار میرسد و در جهان غرب بیشتر درباره تجاوز زنها، شماره زنهای تجاوز شده در جهان اسلامی، در کشورهای اسلامی، در جهان عرب به مراتب بیشتر از امریکا و اروپا و روسیه و جاهای دیگر است. من این را آمار سازمان ملل را بینید. آمار سازمان ملل از طریق مقامات رسمی جمع می شود، یعنی حرف کبیری و حرف اپوزیسیون و رسانه ها نیست، بلکه وزارت های کارهای داخلی هر کشور این آمار را در اختیار سازمان ملل و سازمان های بین المللی میگذارند. شما بگیرید آمار مصر را، چند درصد بانوان مصر حجاب پوشند؟ بالای 80%، شاید 70%. عربستان سعودی یا کشورهای دیگری مسلمان نشین. تاجیکستان خودمان را بگیرید، سطح تجاوز چقدر است؟ از روی آمار رسمی گفته ایستادم. اما اگر همه این تجاوزها، همه این خشونت‌ها علیه زن گزارش داده شود، میدونید شماره به مراتب بالاتر می رود. اما در کشورهایی که حالا خیلی ها متهم میکنن که دموکراتی است و گویا در اینجا دموکراتی باشد فساد و بد اخلاقی بیشتر هست، نه برادران عزیز، این یک اشتباهی است. ما که الان در کشورهای اروپایی زندگی میکنیم، نه به معنای تعریف و رکلام اروپا و دموکراتی است. خواهش میکنم ما را درست بفهمید. اون مقدار مسلمان‌هایی که در کشورهای اسلامی، در تاجیکستان، در ازبکستان، در عربستان، در ایران، در حتی افغانستان، در کشورهای دیگری افریقایی مسلمانی، مردم شراب می‌نوشند، سیگارت می‌کشند، مواد مخدر مصرف می‌کنند، که در کشورهای اروپایی مسلمانان، من با خود اروپایی کار ندارم، صحبت من اطراف مسلمان‌ها است، مسلمان‌های اروپا در مقایسه با مسلمان‌های تاجیکستان، مسلمان‌های مصر، عربستان سعودی، ایران، عراق به مراتب پایبندتر به ارزش‌های اسلامی هستند. در اینجا هم مسجد هست، هم مدرسه هست، هم شراب فروشی هست، هم سیگار کشی آزاد است، مواد مخدر آزاد است، مکان‌های دلخوشی و تنفروشی هم هست. اما فرزندان مسلمان، جوانان مسلمان خودداری میکنن، با اون جاها نمیرن، برعکس به مسجد میروند، بیشتر به مدرسه میروند. اما در تاجیکستان و در عربستان و در کشورهای دیگر اسلامی، در ازبکستان و قرقیزستان چی هست؟ جامعه مسلمانی هست. حداقل حالا حکومت ها کار نداریم، مردم اکثریت مسلمان هستند. ما دعوای مسلمانی میکنیم و در فکری آن هستیم که اگر دموکراتی آمد فساد بیشتر میشود، اخلاق بدتر می شود. ولی می بینیم که یک مسلمان واقعی در یک جامعه دموکراتی که همه چی آزاد است، مسجد هم آزاد است، لباس هم آزاد است، شراب هم آزاد است، جایهای دلخوشی هم آزاد است، ارتباطی آنها با این جایهای فساد و دلخوشی و جایهای غیر اسلامی کمتر است از آنکه در کشورهای اسلامی باشد. برای چی؟ سبب چی است؟ یکم برای اینکه انسان آزاد است و خودش انتخاب میکند. دیگه وقتی که وضعیت اقتصادی بهتر شد، مردم جای کار داشته باشد، مردم درآمد خوب داشته باشد، مردم امکانیت تعلیم و تربیت داشته باشد، تحصیل داشته باشد، سوادناکی بالا که رفت، از آن جمله سوادناکی که بالا رفت، سوادناکی دینی هم بالا می رود. یک انسان آگاه، دانشگاه تحصیل کرده، مناسبتش با دین، با ارزش‌های دینی فرق میکند. و ما مشکلی را باید در اینجا ببینیم، نه در اینکه کسی اگر فکر کند که ما در سر قدرت آمدیم باید که اولین کار میکنیم مکانهای دلخوشی مردم را ببندیم، سر و لباس مردم را به تنظیم دراریم، به اصطلاح امام علی رحمان، و اینها را منع کنیم، یا اخلاق جامعه بهتر می شود. در صورتی که اگر اقتصادیات خراب باشد،
سیاست خراب باشد، خش و تبارچگی باشد. اون زنی که حجاب پوشیده است، لباسش درست است، وقتی که مجبور شود تن فروشی کند، پول نداشته باشد، درآمد نداشته باشد، چگونه شما با لباس پیش رو رو میگیرید؟ با اون جوانی که پول ندارد که زن بگیرد، شما تصور کنید که در یک جامعه همه مسلمان، مردها همه باریش و اهل نماز، دخترها همه حجاب پوش، ولی قشاق و کمبیزاعت و بی پول باشند. اون جوان نمیتواند زن بگیرد. مسلمان است، دیندار است، ولی نمیتواند زن بگیرد. مجبور میشود که زنا کند، تجاوز کند. کی را میکند؟ باز همون همسایه‌اش را، همدیه‌اش را، همصنف و هم کورسش را. اون کی است؟ یک دختر حجاب پوش مسلمان. اما در اروپا وقتی که همه باین، همه پول دارن، بله نیم اوریان میگردن دخترها، ولی یک جوان جرأت نمیکند که به سوی او نگاهی بد کند. اگر کرد یا همونجا جوابش رو میگیرد یا اینکه به پلیس مراجعت میکند. بیاید برادران عزیز، بخصوص من رو به برادران هم دین و هم ملت خود میگم، به کسانی که اندیشه دینی و اسلامی دارید، مسئله رو این گونه محدود نبینید و اسلام را، اخلاق را و فساد را، ارزش ها را در یک چارچوب تنها لباس زن و شراب و سیگارت اینها نبینیم، بلکه وسیع‌تر فکر کنیم، ریشه‌کاوی کنیم که اصل فساد در کجا است و اصلا رسالت دین چی است، که دین در یک جامعه باید مردم رو چگونه تربیت کند. خداوند نگهبانتان باشد. واقعا سوالی مهم بود و مجبور شدیم که یک کمتر طولانی صحبت کنیم.